آقا من این داستان سوشال میدیا نه اهلشم، نه اهل این درامای سوشال میدیا هم، نه تو این جنجالا اصلا خوشم میاد که باشم، ولی متاسفانه این دفعه داستان سر یه آدمیه که من از خودشون بیشتر میشناسم. آیسان اسلامی. آیسان اسلامی یه حرفی به اشتباه زده و جزو به ندرت کسایی بوده که اومده گفته که من اشتباه کردم. آقایونی که دارین حرف میزنین پشت سر خودتون رو نگاه کنین، اشتباه نکردین؟ بک‌گراندای خودتون رو نگاه کنین، اشتباه نکردین؟ کدومتون اومدین تو سوشال میدیا بگین که من اشتباه، یا حتی قبول بکنین که اصلا من همه چی کاری کردم؟ این شخص اومده جلوی 10 میلیون گفته من اشتباه کردم. این جزء آدمایی که این جرأت رو داشته که اومده. این آدم باید تحسین بشه، تحسین به خاطر این کاری که کرده. حرفای شما رو شنیده، اومده معذرت خواهی کرده، خودش هم میگه هنوزم که هنوزه خودش ناراحته از این داستان. چرا میخوان از این داستان یه داستان بسازین؟ چرا این؟ من واقعا داشتم ویدیویی که نگاه میکردم، شما که دم از ادعایی که ایرانی‌ها باید متحد باشن، شما خودت داری از همین الان داستان زنونه مردونه میکنین. چی میگی تو؟ به خودت گوش کن، به این ریلزی که میذاری به خودت گوش کن، خودت دوبار گوش کن که چی میگی، اون موقع این ریلز بذار. خودت خندت نمیگیره؟ مردم زرنگ‌تر از این حرفا نکنین این کارو.